زنا دشمن غنا است، یعنی دشمن بویگری است. نتیجه زناکاری فقر و کمبغلی است. این را کسی میفهمد که الکی در فقر و ناداری به سر میبرد و یا در بلا و مصیبت مبتلا است. خداوند از آن ماشین های گرانبهایی که زنان و دختران مردم را به خاطر زناکاری سوار میکردید البته میپرسد، زیرا ماشین نعمت است و از نعمت ها البته پرسیده میشوید. خداوند در قرآن کریم میفرماید ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی آن روز البته از هر نعمتی که خداوند به شما داده است پرسیده می شوید. خداوندی که این نعمت را به شما عطا فرمود در یک لحظه می تواند آن را از شما بگیرد و شاید در بهای جان شما. پس وقت زنا کردید انتظار فقر و ناداری و بزرگترین بلا و مصیبت ها باشید. خداوند در قرآن کریم می فرماید ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر بلا و مصیبت و سختی که بر سر شما بیاید به سبب گناهانی است که شما انجام داده اید. پروردگارا جوانان ما را از راه زنا و فحشا دور بگردان. آمین یا رب العالمین.